تو در جریان نبودی که من به طور رسمی دعوت شدم. فکر میکنه همه مثل خودشن تا همین دوی میاد. من تا دعوت داشتم جایی نمیرم. من چجوری میدوام میام؟ دوست داشتی؟ آره میخوام نژادش چیه؟ چی؟ نژادش میخوام چیه؟ نژادت نمیدونی؟ مثلا تو رو کار دارن اینجوری میکنن. ولی من برعکس تو. من تا رسما کتما دعوت نشم جایی. کتما بیا اینجا. بله. میشه خواهش کنم برای ما تعریف کنی کی شما رو دعوت کرده مشهد؟ بله. وقت داری؟ ما تا صبح وقت داریم. وای چقدر وقت داری؟ آقا وقت داریم. بله از کجاش بگم؟ از اول با جزئیات. اول با جزئیات. بله. خیلی وقت داری. خیلی وقت داریم. من دیروز صبح اخا پا شدم. خب رفتم دستشویی. آقا دستشویی؟ اول دستشویی. آقا بعد دستشویی نگو دیگه. پس نگو اول. خب بعد دستشویی. بعد دستشویی فهمیدم زود پا شدم هنوز دارم. آقا برگشتم دستشویی. آقا من اشتباه کردم. شما اولشو ول کن برو وسط یهو وسط. آره برو سر زر نزن از اول میگی. من نمیدونستم اینا رو میگی. یهو وسط. برو وسط. وسط نهار خوردیم زیادم خوردیم. رفتیم دستشویی. آقا این جاهایی که تو میگی دستشویی. آقا نباید تو جمعه بگی دستشویی. آفرین. ببین با تمام بی‌عقلیت اولین بار حرف درست زدی. چرا؟ من نباید بگم دستشویی. والا الان میگم دستشویی. خب اینا میفهمن ما به دستشویی هم علاقه داریم، میزنن دستشویی هم فیلتر میکنن. یعنی چی؟ بعد فکر کن فردا دستشویی گرفته داری میدردی، اول باید بدوی بری فیلتر شکن نفت که واشه بری داخل. آقا بیا اینجا. سریع تعریف کن کی تو رو دعوت کرده. بله خواهش میکنم. بعد دستشویی رو بگم. اصلا ولش کن دستشویی ولش کن. الان میگم من رمزی صحبت کنیم. یعنی چی؟ تو رو نشون دادم منظور دستشویی باشه. بذار میخوام حرفت گوش کنم. نه دیگه بیا خودگذشتگی کن. باش. بله. خدمت شما عرض کنم اخا پا شدم بعد رفتم اینجا. از اینجا که داره سرشم تکون میده فکر کنم فرنگی شل شده. بعد اومدم بیرون به من خبر رسید این خانم که تهیه کننده خانم باریک نژاد هست. بله کی؟ خانم باریک نژاد تهیه کنندمون دیگه. باریک نژاد؟ آره دیگه باریک نژاد. والا من 8 سال با این خانم درگیرم. این باریک نژاد نیست. چرا دیگه؟ اینه که من دیدم کلوف نژاد بود. من دیدم من باریک آقا فامیلش باریک نژاده. فامیلش باریکه. بله. خودش کلفته. آقا من دیدم حالا میاد میبینم. حالا ولش کن. خب بعد شنیدم که در شو کنسرت جنگ حالا هرچی هست جنگ خنده است. بله هرچی هست 20 صاحب برنامه گذاشته منو دعوت نکرده. منم گفتم غلط کرده با مجریش. سریع پا شدم اومدم اول برنامه حالش رو بگیرم. حالا بگو با چی اومدی؟ با چی اومدی؟ به تو هیچ ربطی نداره. میپرسی